بگذاریم، هیچ مشکل نیست. شیعه هم بد هست، سلفی هم بد. در سلفیت خوبی نیست، بد. سلفی دادن شیعه این سلفی موابقی میرن کمونیستان و هر چیز عقلش باشه اون رو قبول داره. هر نامی که میخوایی بگو، هر لقبی که میگذاری بگذار. سلفیت یا به مذهبی امروز امت را بجای رسانید که همین گروه هایی که ما و شما میبینیم که دستشان به خون مسلمان آغشته است به نام های مختلف، چه داعش باشد، چه دیعیش میگویند ما در کلیله ما و شما، چه دیعیش باشد، چه القاعده و دیگرش باشد، همه اینها سرچشمه اشان از همین سلفیت به مذهبی پیدا شد. هر چیزی که میکنی بکن. لکن تبا هر دوی ما در مقابل رب العالمین قرار میگیره. تو که به خاطر جیبت مردم به شرک مبتلا میکنی. ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم، مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. به خاطر جیبت مردم به قبر پرستی دعوت میکنی. الله خفا شدن یقین بودم مردم میگن خدا زاده به خاطر منفعت نفست. افرأیت من اتخذ الهه هوا. تو که الهت، معبودت، خواسته های نفست گرفتی. پیشوای ملت، اساسگار صلح وحدت، مردم کوهستان از شما بسیار منندار هستند. به این خاطر حق بر مردم بیان کردن میتونی بگو. انشاءالله تعالی در روز قیامت کل ما و شما روبرو میشیم. اونجا رب العالمین میبینه که کدام بنده ما بنده واقعی بود، کدام بنده ما بنده مخلص بود، کدام بنده های ما لقب دیدن. اگر کسی به خاطر بیان عقیده توحید درست نام های سر مردم میمانه، ما از رسول الله برتر نیستیم. به او رسول کذاب گفتن، بر او که رسول دروغگوی گفتن، بر از او ساحر گفتن و کاهن گفتن و مجنون گفتن. بر ما هم هر چیزی که هر کسی بگوین، ولیکن ما برشان میم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.